سوال برادر عزیزمون که ایشون فرموده بودن که در کتاب توحید کسی که متوسل بشه به اعمال صالحی که انجام داده برای به دست آوردن اعمال دنیوی، این نوعی شرک است. من همون قسمت از کتاب توحید رو که باب 37 از صفحه 121 در این باب اینطوری میگه، احمد جان اگر نشون بدین این صفحه رو، انجام اعمال اخروی برای دستیابی به اهداف دنیوی نیز نوعی شرک است. کسی که نماز بخونه برای اینکه منافع دنیوی به دست بیاره، کسی که روزه بگیره به خاطر اینکه منافع دنیوی به دست بیاره، کسی که زکات بده به خاطر که منافع دنیوی به دست بیاره، این نوعی شرک است. البته از اون نوع شرکی نیست که انسان رو خارج از ملت بکنه. این یک نوع ریا هست، یک نوع عدم اخلاص در عبادت است. ببینید سخن از اخلاص شد، یکی از دلایل یا اسباب قبول عبادت، هر عبادتی که باشه، چی است؟ اخلاص. اگر اخلاص در عبادت نباشه این عبادت قابل قبول نیست. اخلاص یعنی چی؟ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین. الله سبحانه و تعالی در قرآن میگه بگو ای محمد صلی الله علیه و سلم، بگو ان صلاتی، نماز من، و نسکی، اعمالی که انجام میدم در حج، عبادت هایی که انجام میدم، و محیای، زندگی من، و مماتی، مرگ من، لله رب العالمین، برای الله پروردگار جهانیان است. یعنی ما همه عبادت هایی رو که انجام میدیم، همه زندگی خودمون رو میتونیم تبدیل بکنیم به عبادت خالصانه برای الله سبحانه و تعالی و در مقابلش اجر و پاداش بگیریم. به شرط چی؟ نیت و اخلاص داشته باشیم. انما الاعمال بالنیات. هر عمل انسان به نیت انسان تعلق داره. اولین حدیث در اکثر کتب حدیثی که خصوصا اربعین نووی و ریاض الصالحین میگه که رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمایند که انما الاعمال بالنیات، هر عمل شما به نیت شما بستگی داره. فمن كانت هجرته الى الله و رسوله فهجرته الى الله و رسوله. کسی که هجرت کرده، این هجرت یک مثال است، همه عبادت ها رو بر اساس این قیاس بکنید. هجرت یک عبادت است. اگر هجرتت به سوی الله و رسول بود، نیت شما الله و رسول بود، شما انسان مخلص هستید، شما مهاجر فی سبیل الله هستید، اون درجه و مکانت مهاجر رو میگیرید. فمن كانت هجرته لدنیا یصیبها او امرأة ینکحها فهجرته الی ما هاجر الیه. کسی که اگر هجرتش به خاطر این بود که پول دنیا رو به دست بیاره یا با دختری ازدواج بکنه، فهجرتش به سوی همون چیزی است که به خاطرش هجرت کرده. یعنی چی؟ یعنی در روز قیامت دیگه توقع اجر و پاداش از نزد الله سبحانه و تعالی نداشته باشه. این لفظ یا زنی که به خاطر اون هجرت بکنه، به خاطر این میگن که کسی بود از مکه هجرت کرد به مدینه، صحابه همه به خاطر خدا هجرت کردن، مال و داراییشون رو رها کردن. دختری بود به نام ام قیس، مهاجر شده بود به مدینه. یک مردی هم هجرت کرد از مکه به مدینه تا با این دختر ازدواج کنه، چون این دختر رو دوست داشت. این به خاطر خدا و رسولش هجرت نکرده بود، به خاطر ازدواج با ام قیس هجرت کرده بود. به خاطر همین بهش میگفتن که مهاجر ام قیس. یعنی این بقیه صحابه مهاجر فی سبیل الله بودن، این مهاجر ام قیس بود، چون هدف اصلی نیتش از این سفر رضایت الله و رسول نبود، هدفش این بود که با این زن ازدواج بکنه. پس اگر ما نماز بخوانیم به خاطر اینکه خدا به ما پول بده، اگر نماز روزه بگیریم که خدا برای ما فرزند بده، اگر حج بریم که خدا به ما تجارت خوب بده، اگر این نیت ها رو داشته باشیم، اگر این اعمال خودمون رو به خاطر به دست آوردن اعمال دنیایی انجام بدیم، مادیات انجام بدیم، پس این عمل شرک است، چون اینو خالص برای الله انجام ندادیم. زیرا
الا لله دین الخالص، دین خالص، عبادت خالص، همه اعمالی که انسان با نیت و با اخلاص انجام بده فقط باید برای الله سبحانه و تعالی انجام بده. همونطوری که در آیه میگه که و محیای و مماتی، زندگی و مرگ من. به طور مثال یک کسی میخوابه 8 ساعت 7 ساعت میخوابه، شخص دیگری هم میخوابه 8 ساعت 7 ساعت. یکی از اینها میتونه همین خوابش رو تبدیل به عبادت بکنه، یکی دیگری از این خواب هیچ سود و اجر و پاداشی در نزد الله سبحانه و تعالی نخواهد داشت. چطور؟ یکی میخوابه برای اینکه همینطوری بدون نیت بدون چیز، من میخوابم که فردا بلند بشم، حالا نماز صبح بلند شدم یا نشدم، من مهم بخوابم. یکی میگه بارالله، من میخوابم که بعد از این خواب با نشاطی دوباره کار بکنم، زحمت بکشم، در راه دین تو کار بکنم، دعوت بدم، یا برم کار بکنم، زحمت بکشم برای زن و فرزندم، نفقه به دست بیارم. این شخص از لحظه‌ای که میخوابه تا لحظه‌ای که بیدار میشه در عبادت است، براش اجر نوشته میشه چون این نیت رو داشته. پس هر عملی که انسان، هر عبادتی که انسان برای به دست آوردن مسائل دنیوی انجام بده اجر و پاداشی نداره و نوعی شرک محسوب میشه. این باب رو نگاه بکنید. در این باب 37 نوشته که انجام اعمال اخروی برای دستیابی به اهداف دنیوی نیز نوعی شرک است. الله سبحانه و تعالی در سوره هود میفرماید که من کان یرید الحیات الدنیا و زینتها نوفی الیهم اعمالهم فیها و هم فیها لا یبخسون. کسی که زندگی دنیا و زینتش رو بخواد، نتیجه اعمالش را در همین دنیا به طور کامل به آنها میدهیم و چیزی کم و کاست از آن نخواهد شد. اولئک الذین لیس لهم فی الاخرة الا النار. اینا کسانی هستند که در آخرت برای اینها غیر از آتش چیز دیگری نخواهد بود. و حبط ما صنعوا فیها و باطل ما كانوا یعملون. اینها در آخرت جز آتش سهمی نخواهند داشت و آنچه را در دنیا برای غیر خدا انجام دادن برباد می رود و آنچه را عمل می کردن باطل و بی اثر است. چون وقتی که شما نماز می خونی به خاطر اینکه به مطلب دنیایی برسی، در حقیقت این عبادتت رو به خاطر غیر خدا انجام دادی. همینجاست که این شرک محسوب میشه. و کلا منظور این باب و این سخنان از کتاب توحید محمد ابن عبدالوهاب رحمه الله این است که این باب را اگر کامل بخونید انشاءالله مطلبش رو متوجه میشید. در مورد، من اینجا سرچ کردم در نهج البلاغه، بله، خطبه 37 نهج البلاغه در مورد ذکر فضایل خودشون میگه به وظیفه قیام کردم به وقتی که دیگران ناتوان شدند، خود را آشکار نمودم آن زمان که دیگران سر در گریبان بودند. سخن گفتم انگامی که آنان واماندند و به نور خدا راه پیمودم وقتی که آنها دچار توقف شدند. در آن زمان صدایم از همه پایین تر بود ولی در پیشی گرفتن به خیر از همه برتر بودم. با عنان فضائل پرواز کردم و جایزه مسابقه را بردم، همانند کوهی که باد شکننده آن را نجنباند و طوفان آن را از جا نکند. کسی نتوانسته از من عیب بگیرد یا زبان به بدگوییم باز کند. ضعیف در نزدم عزیز است تا حقش را از ظالم بگیرم و قوی نزدم ناتوان است تا حق مظلوم را از وی بستانم. واقعا سخنان جالبی است از سیدنا علی رضی الله تعالی عنه در مورد فضایل خودشون. صفحه 112 رو هم میبینیم. ما به قضای الهی راضی و تسلیم امر او هستیم. آیا مرا میبینی که به رسول خدا که درود خدا بر او و آلش باد دروغ ببندم؟ به خدا اول کسی هستم که او را باور کردم و اول کسی نخواهم بود که بر او دروغ ببندم. در مسئله خلافت خود فکر کردم، دیدم وجوب اطاعت از رسول که مرا، اینجا ببینید داخل پرانتز این تحریف آخوندی است، اطاعت از رسول بر عهده من است. بیعت کردم و بر اساس پیمان خود با نبی اسلام عمل کردم. اینجا بر اساس پیمان خود
عمل کردم، این با نبی اسلام رو هم اینجا اضافه کردن. این دو مطلب رو در اینجا این آخوند زندیق اضافه کرده تا این حدیث رو یا این روایت حضرت علی رو بر اساس هوا و هوس خودشون ترجمه بکنن. ببینید اینجا میگه که آیا مرا میبینی که به رسول خدا که درود خدا بر آلش باد دروغ ببندم؟ به خدا اول کسی هستم که او را باور کردم و اول کسی نخواهم بود که بر او دروغ ببندم. یعنی در اینجا حضرت علی میخواد بگه کسانی که ادعا میکنید که من بعد از پیامبر امام هستم، امام بلا فصل، جانشین رسول الله صلی الله علیه و سلم هستم، من اولین کسی نخواهم بود که بر او دروغ ببندم. یعنی سیدنا علی رضی الله تعالی عنه در اکثر مثلا در نامه 6 نهج البلاغه وقتی که با معاویه صحبت میکنه در اینجا نمیاد بگه ای معاویه تو نمیدونی که در روز غدیر ابوبکر و عمر با من بیعت کردن، من به عنوان خلیفه و جانشین تعیین شدم. نمیاد این حرفا رو بزنه، بلکه میگه انما بایعنی قوم الذين بایعوا ابابکر و عمر و عثمان الا ما بایعهم. میگه من کسی هستم که همون قومی با من بیعت کردن که با ابوبکر و عمر و عثمان بیعت کردن. میگه که انما شورا للمهاجرین و الانصار، شورا از آن مهاجرین و انصار است. فان اجتمعوا علی رجل و سموه اماما كان فی ذلك لله رضا. شورا از آن مهاجرین و انصار است، اگر جمع شدن و کسی رو به عنوان امام و خلیفه خودشون تعیین کردن، رضایت الله سبحانه و تعالی در اوست. پس در اینجا در این نامه در خطبه 37 میگه که من اولین کسی بودم که به رسول الله صلی الله علیه و سلم ایمان آوردم، به خاطر همین اولین کسی نخواهم بود که به او دروغ ببندم. یعنی بیام ادعا بکنم که ای مردم بیایید با من بیعت بکنید که من خلیفه بلافصل رسول الله صلی الله علیه و سلم هستم، از آسمان امر شده بود، پیامبر ابلاغ کرده بود، من رو به عنوان جانشین بلافصل از طرف الله سبحانه و تعالی انتخاب کرده بود. هرگز این دروغ رو نخواهم کرد. در ادامه ایشون میگه که در مسئله خلافت خود فکر کردم، دیدم وجوب اطاعت از رسول، اینجا کلمه رسول هم اضافه کرده، استغفر الله العظیم، در طاعتی قد سبقت بیعتی. میگه فنظرت فی امری، در مورد خودم فکر کردم، فاذا طاعتی قد سبقت بیعتی، که در اینجا دیدم که یعنی اینکه من ادعای خلافت و امارت بکنم قبل از این بیعتی برگردن من است که من باید بیعت بکنم. و اذا المیثاق فی عنقی لغیری، که بر عهده من میثاقی است، برگردن من میثاقی است، که همون منظور از میثاق در اینجا بیعت با خلیفه مسلمان هاست. برگردن من میثاق و بیعت غیر من است. یعنی غیر من کی است در اینجا؟ سیدنا ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه که توسط شورای مهاجرین و انصار به عنوان خلیفه تعیین شدن. اما این آخوندا ببینید که با اینجا با اضافه کردن اطاعت از رسول، هرگز کلمه رسول در اینجا نیامده در خطبه، در این قسمت اطاعت از رسول که مرا با آن مدارا کرده اینجا اضافه کردن در اینجا. و در اینجا بر اساس پیمان خود با نبی اسلام در اینجا اضافه کردن، در لفظ خود نهج البلاغه نیست، تا اون خواننده ایرانی که عربی بلد نیست طوری تصور بکنه که بله حضرت علی به خاطر پیمان مدارایی که داشت، یعنی رسول الله صلی الله علیه و آله اینطوری میگن که پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودن که ای علی، خدا گفته که تو باید بعد از من جانشین باشی، خلیفه باشی، اطاعت از تو واجب است و من به خاطر تو مورد توبیخ قرار گرفتم که یا ایها النبی بلغ ما انزل الیک، ابلاغ بکن. یعنی با توبیخ الله سبحانه و تعالی با من برخورد کرده که ابلاغ بکن. خمینی میگه که پیامبر ترسید، محافظه کاری کرد، به خاطر همین علیاذ بالله الله سبحانه و تعالی به شدت برخورد کرد در اینجا. پیامبر این همه زحمت کشید، ابلاغ کرد ولایت علی رو، بعدش در آخر چی گفت؟ علی جان پسرم، اگر که در آخر زمان تو رو نذاشتن، بعد از اینکه من فوت کردم نذاشتن خلیفه بشی، برو گوشه خونه بشین. اگر سینه زنت رو خورد کردن، سقط جنین کرد، سیری بهش زدن، خونه تو آتیش زدن، تو صدا در نیاد، سرتو بکن تو چا، با چا نجوا بکن. این چه دینی است؟ این چه خلافتی است؟ این چه حجیتی است؟ این چه نصی است که در مورد امامت نازل بشه، در آخرش الله سبحانه و تعالی بگه اگر که نذاشتنت برو گوشه خونه بشین.
نماز یکی از عبادات است و یعنی مسئله حکومتداری یعنی از نماز هم بالاتر است. چرا که حکومت نباشه، نظام نباشه، مساجد تعطیل میشه، نماز تعطیل میشه. حکومت از امنیت، از آرامش است که مردم میتونن نماز بخونن، عبادت الله سبحانه و تعالی رو انجام بکنن. الله سبحانه و تعالی وقتی که به ما امر میکنه که نماز بخوانیم، اول میگه اگر تونستید ایستاده بخونید، اگر نتونستید نشسته بخونید، نتونستید به یک پهلو بخونید، اگر نتونستید اصلا با اشاره نماز بخونید. اما هیچ وقت نگفته نماز نخوانید. ای مردم، اگر دیدید که وضع خیلی خراب بود، بشینید تو خونه نماز نخوانید. جای دیدید، نصی دیدید از پیامبر صلی الله علیه وسلم، حتی در حالت جنگ نماز خوف، همه مسلمان‌ها باش آشنا هستن، گروهی میان نماز میخونن، گروه دیگر پشت سر، یعنی حتی در شدیدترین حالت که حالت جنگ با کفار هست، الله سبحانه و تعالی نماز خواندن رو فرض قرار داده و ما رو نگفته که والا برید گوشه خونه بشینید نماز بخونیم. تنها این آخونده ادعا میکنن که الله سبحانه و تعالی این همه پیامبران رو فرستاده به خاطر امامت. رسول الله صلی الله علیه و سلم 23 سال زحمت کشیدن به خاطر رساندن امامت. آخرش هم بعضی علی گفت که خب اگر نذاشتنت خلیفه بشی، برو بشین گوشه خونه، کاری به کار مردم نداشته باش. یعنی نظام کاپیتالیسیون است، جدایی دین از سیاست است کلا. برو حالا رهبر سیاسی کسی دیگری باشه، تو برو گوشه خونه بشین، تو امام هستی. چه امامی که نه درد دنیای مردم رو دوا بکنه، نه درد آخرت مردم رو. امروز امام زمان به عنوان امام شما چه به دردتون میخوره؟ مشکلات اقتصادی، نظامی، سیاسی، اجتماعیتون رو حل کرده؟ نکرده. پس این امام به درد جرز دیوار میخوره. امامی که اصلا پیامبران اومدن که جامعه رو اصلاح بکنن، پیامبران اومدن که مردم رو به رفاه و آسایش در دنیا و آخرت برسونن. آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخرت حسنه. نگفته فقط فی الاخرت حسنه، یعنی تو برو خار و ذلیل و در به در زندگی بکن با امیده که فردا بهشت میری. نه خیر، تو این دنیا رو برای خودت باید بسازی. دینی، پیامبری، امامی که نتونه دنیای ما رو بسازه به درد نمیخوره. این وضعیتی که آخوندا برای مردم درست کردن در سوریه، در عراق، در داخل ایران، مردم در به در خاک بسرن از دست اینها. غصه نخورید، در آخر از زمان امام زمان میاد دردتون رو دوا میکنه. دردی کی رو دوا میکنه؟ بعد از اینکه مردم در جهل و نادانی با قرآن 6000 خورده آیتی بمیرن، بعد این قرآن 17000 آیتی رو بگیره در آخر از زمان بیاد، به درد کی میخوره؟ به درد من، به درد فرزندان من، به درد پدر و مادر من، به درد نوه‌های من. دزدی که کتاب خدا رو برداشته با خودش رفته، اونم از ترس چی؟ از ترس کشته شدن. پیامبر 23 سال زحمت کشید، از مشرکین، از کفار، از هیچ کس نترسید. این آقا ترسید قرآن رو با خودش برداشته رفته که شکمش رو پاره نکنن. خودشون در روایاتشون آوردن. واقعا خطبه جالبی بود که برادرمون آقای محمد رسول بهش اشاره کردن.